سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. بنده یکی از هنرمندان و سلبریتی های شما هستم که بسیار انسان دوست و به فکرتون هستم. چتونه؟ مردش رو بوده. همونطور که داشتم گفتم ملت نمک نشناس، دارویی بسیار جدیدی در بازار آمده که بسیار مفید برای شما هست. بنده نه صادر کننده، نه وارد کننده، نه خارج کننده، نه نمایندگی، نه هیچی. فقط از روی انسان دوستی اومدم این حرفو برای شما بزنم. آره چتونه؟ همونطور که داشتم گفتم ملت نمک نشناس، دوستان هروئینی، کوکائینی، شیشه‌ای، داروی جدید به بازار اومده که اجازه میده تا دلتون بخواد بزنید. بله، این داروی جدید و این آمپول جدیدی که در بازار آمده باعث میشه شما بتوانید بیلاختان را به اسرائیل نشان بدهید. یعنی تا آنجا که میتوانید بزنید، آخر سرش در حال مرگ که هستید این آمپول رو به شما میزنن و از قبر پا میشید، میرقصید، بریش همه میخندید. آره والا. این آمپول در کشورهای کافرین که همچون که ما گفتیم که دارو رو تحمیل کردن، دارو رو تحریم کردن، الان داره وارد میشه. وارد کنندش هم من نمیدونم کیه اصلا ما مونده. من فقط روی انسان دوستی اومدم این حرفا رو دارم میزنم. البته بسیاری از شما ملت نمک نشناس بی تربیت اومدین در صفحه اینستاگرام من، در صفحه توییتر من هزار مزخرف گفتید. بی تربیت ها گفتیم مگه تو دکتر هستی که راجع به مواد صحبت میکنی، مواد دارویی؟ مگه باید دکتر بود؟ خب من دیپلم تجربی دارم. بس دیگه، مگه چقدر لازم داری که راجع به یه آمپول بخواد صحبت کنه؟ بعد یهتون اصلا اومدین گفتین که اصلا چرا داری راجع به آمپول صحبت میکنید؟ اصلا میدونین شما خیلی نمک نشناسه از این حرفا. این که من فکر کردم بعد شروع کردیم مزخرف گفتن، راجع به شیر خشک مسموم صحبت کردن و راجع به مهریه کلان من صحبت کردین. شما کجا میدونین من مهریه من چقدر هست؟ موردش رو برده ها. از دست همه تو شکایت کردم. آره اصلا رفتم قوه قضاییه برای همه تون حساب وا کردم. آره حالا ترتیب یکیتون رو میدم در قوه قضاییه، از اون رزنامه کیهان گرفته تا اطلاعات تا بقیه‌تون و دیگه دفعه آخرتون باشه اسم شیر خشک بیارید دیگه. آره همونطور که بگفتم دوستان عزیز، این آمپول در کشور کافرین الان هستش و در کشور ما هم حالا خواهد بود و بنده هم گفتم من اصلا هیچ کارم، فقط یه دفعه صبح پا شدم گفتم اصلا راجع به این مسئله صحبت کنم. آره خب دوست، مگه شما نمیکنین این کارو؟ همه این کارو میکنن. آره خب شما ملت نمک نشناس شروع کردین مزخرف گفتن که چرا راجع به آمپول صحبت میکنی؟ چرا راجع به 7 تپه صحبت نمیکنی؟ 7 تپه چیه؟ 7 تپه است؟ بله من نمیدونم شما راجع به چی صحبت میکنین. 7 تپه فولاد، مگه ما فولاد هم داریم؟ نمیدونستم والا. اصفهان، خب من اصفهان چند دفعه رفتم، کشاورزان اصفهان، آبیاری. من نمیدونم اصلا شما دارید راجع به چی صحبت میکنین. حق زنان، مگه زنان حق ندارن؟ ببینید من رو سریم چه خوشگل بستم، موهام معلومه. شما میتونین این کارو بکنین؟ آره والا من نمیدونم، والا من نمیفهمم اصلا شما چرا راجع به چی صحبت میکنید. آره من فقط میدونم که دوستان هروئینی، کوکائینی از این به بعد دیگه تا میتونید بکشید. خب بیزنس خودش، نمیتونیم بیزنس از دست بدیم دیگه، بیزنس خوبیه. برای همین شما میتونید مرتب استفاده کنید. آره اصلا هم نگران نباشید، آمپولش دیگه هست. آره حرف دیگه ای ندارم ملت نمک نشناس. مزخرف حرف نزنید، نه تو صفحه من مزخرف حرف بزنید و به شما اصلا هیچی ربطی نداره که تحصیلات من چی هست و چی نیست. بله از دست همه تونم شکایت میکنم موردش رو برده ها. برید تا حالا بعدی، تا داروی بعدی یا یه چیز بعدی که دوباره انسان دوستی بشم بیام راجع بهش صحبت کنم. فعلا خداحافظ، بای بای. برید دیگه. بای.